شاعران بزرگ ما شهرت نمیجوستن، مثلا حافظ شهرت نمیجوست و از شهرت بیزار بود، خودش هم کناره میگرفت. و به هر حال میخواستم این لحظه در نزد شما این مصرع‌ها را قرائت بکنم و البته مصلحت استادانه شما رو بگیرم. شعر نوشته که گفت اگر لاهوتی حاضر اینجا میمود در پهلوی لاهوتی تو میشنوندم. شاعر شعر بهترینش رو نگفته میمیره. شما به اثر همین دو اندیشه چه فکر رو بیان کرده میتونید؟ نوروز زیروی مهربانی امروز یک لاله قزک در لبک بام افروز. نوروز مرا با وصل یارم برسان، چون روزی وصال داده بر شب و روز. در ادامه نمایش تلویزیون باورستان پیشنهاد شماست محفل دوستداران شعر سخن و محفل دوستداران ادبیات و نفرانی که ما را پیوسته تماشا میکنند میدونند که این واخوری ها با ادیبانی شناخته است و اگر خواهید که شما از صحبت ادیبانی شناخته ما بهره ور گردید و برای خود مصلحت ها گیرید، پس این محفل برای شماست. و مهمان نوبتی که ما به استودیو دعوت میکنیم با معرفی زیاد حاجت ندارند. یکی از ستونهای امروزه ادبیات معاصر تاجیکستان، شاعر خلق تاجیکستان استاد مومن قناعت. مرحبا استاد. شما را به همین محفل دوستداران ادبیات طور در آغاز گفتیم خوش آمدید میگویم و اکثرا در این محفل نورسانی هستند که با ادبیات از خردسالی ذوق دارند و دایر به حیات و فعالیت استاد در تمام ادبیات ها هست. در تمام صحبت هایی که طریق واسطه گوناگون اخبار ما استاد داشتن همگان به خوبی آگاهند و همه خوب میدونن که پیرهی ایجادی استاد از اون مکتب اینترنتی که تحصیل کردن از اونجا آغاز شده است. ولی استاد به هر صورت امروز یک چیز دیگر، شما با ادبیات تاجیک بسیار خدمت کردید، یعنی شما را همچون یک از ستونهای ادبیات میشناسند، ولی ادبیات به خود شما چی داد؟ تو ادبیات و دیگر هنرهای زیبا جاری شده است، یعنی که به شکل شو شهرت داد، مقامات داد، شناخت داشت، مسئولیت برای من، یک مسئولیت در گردن من بس که دیگر اما من اجرا کردم و امروز هم اجرا میکنم دیگه، علاج نیست. در مورد شهرت خود شما استاد شهرت رو چگونه قبول میکنید؟ شهرت هر خیر میشد. مثلا شاعران بزرگ ما شهرت نمیجوستن، مثلا حافظ شهرت نمیجوست و از شهرت بیزار بود، خودش هم کناره میگرفت از مردم و از همه کناره میگرفت خودش. مولانا هم شهرت نمیخواست، فردوسی هم شهرت نمیخواست، او میخواست که شهرت گذشته مردم آریایی زنده کند. شاهنامه رو به همین خاطر نوشت، نه برای خودش ننوشت. یعنی که هر کسی که کاری بزرگی کرده بود برای خودش هیچ کس کار نکرده. دوستای دایی هم برای خودش چیزی ننوشته است. اونایی هستن که از هر کار فقط تنها شهرت میخواهند، یعنی که شهرت و شناسایی و یک نوع قبولی اگر یک قشن جامعه قبول کند اگر برای اونا کفایت میکند. ایجادکار شهرت نمیجوید، شهرت از قفای ایجادکار میاد، از دنبالی و همچون سایه. من نکروس طالبزاد هستم. یک چند مصرع شعر آماده نمودم که البته از خطاگی خالی نیستند و به هر حال میخواستم این لحظه در نزد شما این مصرع ها را قرائت بکنم و البته مصلحت استادانه شما رو بگیرم. خواهش میکنم. سجدگاه هم قبلگاه هم مادرم، رازدانم در دعا هم مادرم. من همه خواهم از آن یزدان پاک، تا جهان باشد تو باشی در برم. تنی آدم شریف است لیک شریفتر، درونی آن نهان است گنج گهور. بدان قدرش توی آدم در عالم، درونی تن نهان است روح آدم. اگر قدرش ندانی وای به حالت، که آن از خالق است بر تو امانت. عزیزش دار بکن با او امانی، که روز میبرد جبریل ندانی. در این دنیای به مهر آدمی چیست، ندانم از کجا یا وارثی کیست. فقط دانم که روح است اندرونش، تنش از خاک ندانم واپسینش. در شعر شما دو جنبه است، یعنی که در استفاده کلمه ها و واژه ها، کاربستی اونها، استفاده اونها وای دارید، یعنی که چون شاعران همین زمان، شاعران جوان این زمان مهارت پیوند دادنی وای دارید، کلمه ها رو و واژه ها رو با هم ربط کردن دارید. و حالا همین شعرهای که خواندید، اولین شعرهای خودم در اتفاق نویسنده ها آورده بودم پیش استاد باقر رحم‌زاده، در یادم آمد. منم در کورس چهار در دانشگاه دولتی میخواندم. تا اتفاق نویسنده ها دو ایستگاه بود با ترالیبوس.
یکی نامودم هیچ یکم بار غرم شعر می نویسم معلمم رو میشناختم و همه سراغ میکردن که همون گجا شد. بعد یک بار 3 شعر نوشتم آوردم کورس 4 آمدم و بعد شعر رو آوردم و خواندم که شعر مرکب برای سن سال خودم بسیار مرکب نه خیلی مثنوی خواندگی و حافظ خواندگی در دانشگاه ملی. بله. غوطه زدیم در اونجا در علم و در عروض و در هنر شعر و نظریه‌اش و عملیش. بعد که خواندم بعد غفور میرزا در لیتینسو در مسکو میخواند با تعطیل آمده بود. بعد گفت که عبدالغفور اینجا بیاید گفت یک شاعر آمدگی شعراش کنی یک وای کنیم. بعد خواندن گفتن که غفور اونجا به شعر ریالیستی شعر زندگی یاد میدادن در انستیتوت ادبی ماکسیم گورکی در مسکو. اینجا با ما حالی نمیدونستیم چگونه شعر گفتن در کار. شعر اون دوره میدونید که شعر تبلیغی و تشویقی بود، یعنی که شعر تا جای سیاسی بود. ادبیات ریالیستی بود. ریالیستی سوسیالیستی بود حتی ریالیستی امنیت سوسیالیستی. به این خاطر بعد همون شعر رو که خوندم بعد غفور خواند و گفت که کورس چند میخوانی؟ گفتم کورس 4 در دانشگاه. گفت که خیلی قدر ادبیات بسیار خوانده باشی اگر زبان عربی و فارسی هم را میدانی. گفت که شعرت برای سن سال خودت موافق نیست برادر. دانشجوی شعر نوشته که گفت اگر لاهوتی حاضر اینجا میمود در پهلوی لاهوتی تو میشنوندم. شعرت از سن سالت به کلانتر و بهتر است در گیرمانت. به خاطر گفت که کمک موافق سن سالش هر کس باید شعر گوید. به خاطر طبیعی میبرد صمیمی. اگر طبیعی از موافق سن سالتان گوید اگر احساس خودتان باید گوید و با همون کلمه هایی که با همون درون مایه موافق هستند در یک پیرایه باید باشند. همین خیلی شعرهای شما فرض کردیم که از نظر کاربست سخن همه ایناش نسبت به اون شعرنویسی های دوره ما خوبتر است، ولی که همون کمبودی همون دوره با تکرار شده ایستاده است که اینه که شعرتان از سن سال خودتان کلانتر است. کلانتر یعنی که آدم اگر درد و داغ خودش هم موافق سن سالش گوید اگر من همون طبیعی است. استاد رودکی برای چی شاعری بزرگ شد؟ شعر پهلوی میگفت اما اولی کودکیش با هم شعر مردمی میگفت فولکلوری اما پهلوی میگویند میگفت برای همین بزرگ شد دیگه. شاعری خوب میشد آینده. اینه که ما باید که بغیر از این ملاقاتی که در این طریق تلویزیون داریم در اتحادیه نویسنده ها هر سال با کورس کنفرانسی ادیبان جوان میگذارونیم. اونجا با اشتراک کنید که اونجا ما با تفصیل گپ میزنیم. اثراتون خوانده از روی یعنی که دقیق و روشن صحبت میکنیم، یعنی که روی تحلیل‌های مفصل میشه. بله اونجاست که صحبت‌های مفصلی طولانی میشد، خیلی طولانی و چند روز یک هفته میشد اونجا. ان شاء الله که علی صحبت‌ها در پیش از با ان شاء الله موفق باشید. موفق باشید. هر کجا باشی سلامت باش، لیک بیکس و دلخسته و افگار باش. در میانی 100,000 آدمان همچی من به غمگسار زار باش. خب معلوم است که شعرتون تمام نکردگی به این خاطر حسن مطلب دارد و مقطع ندارد، یعنی آخرش وای نیست. بعد از بس که یک بار روی کاغذ آوردگی بعضی کلمات درست استفاده شدگی انا کمک کن فهم میکنید. اولین وای قلم همه خیلی است. نقش قلم و پای قلم اولین آرمانی که آدم روی کاغذ میارد همه خیلی میشود. بعد از آن کاری تجربه است. شاید بداهتاً هم باشد برای همون. بداهتاً بر این از خودش. بداهتاً بر این است برای که نه در شعر تاجیکی و فارسی نه خیلی است که لیک در آخری مثل نمیارنده. دیگه ما موفقیت آرزو میکنیم. مولی اولین قدم‌های شما سالی در پیش گپی بسیاری است، کاری بسیاری است، زحمت بسیاری. استاد در مورد بداهتاً گفتیم وزیر بعضی بر اون عقیده اند که آنها بداهتاً گفتن نمیتوانند. شما چی استاد در این مورد؟ بداهتاً گفتن چه کاری مشکله. بداهتاً شاعران هجرنویس بسیارتر میگویند. شاعرانی که معنی آور هستند و فیلسوف بداهتاً گفتن نمیتونند.
ҳамино андешаву андеша дар кор аст. фикр дар кор. Бадоҳатан шеъри ҳаҷвӣ гуфтам метавонам ман, лекин шеъри ҷиддӣ наметавонам. زبانیسای شیرعلیزاد هستم. در حال میخوام یک سوال به شما دیم. از خوردی تا امروز کدام نصیحتی پدر بود که تا امروز از روی آن کارهای خود را به اتمام میرساندید؟ дар раҳмати падарам одами ҷаҳондидаи Самарқанду Хоқанду Фарғона унҷо ба мардикориам мекарданд 21 сол. Бихел кардин одами ҷаҳонгаштаи забондон ки будам насиҳат намекарданд, дар амал нишон медоданд ки ман ин хел кор кун. Дар амал ман ба чармгариро ёд доданд. Худашон ҳам чармгар буданду ҳам пойафзол медӯхтанд барои ними як ноҳия. Бофандагие ёд додам. Чанд нави матои бофтанашай. Чӯбтарошие ёд додам. Яъне ки ҳар ҳунаре ки доштанд, деҳқоние ёд доданд, ҷуфт кардан замина. Кишту кор кардана ёд додам. ҳар ҳунаре ки доштанд, ҳамуна ман ба ёд доштам. Баъд он ҳофизаи таърихию ҷасорате ки доштанд, ҳамун ба ман мерос монд. Ба ғайр аз ҳама ҳунарҳои дигарашон. Лекин насиҳат намекарданд. Як бор фақат мана тарсондагӣ. Он хонаҳои кӯҳнаба хона хунук буданд, хонаҳои даричадору равзанадору хел. Вақте ки алоҳ мемонданд, падарам вай мекарданд, суфаҳо буданд, сӯлак мегуфтанд намуна. Гарм мешуданд, мо омода мешидем. Як бор омадам ки аловашон дар нагирифт, як пӯста қатӣ мана задам ки халал нарасонад дар гиронима. Як бор фақат мана бай кардагӣ, танбеҳ додагӣ, тамом дигар ҳамаи дигараш ибрат, намунаи ибрати ҳамун корро нишон медодану намегуфтанд ки ёд гир. Ёд мегирифтӣ. ман Ираш ҳастам, донишҷӯи донишкадаи забонҳо. шумо дар шеъре ки ба бародари хеш бахшидед арзёбӣ кардед ки агар туро наёфтаам биёфтаам дар ин макон ҳазорҳо бародарон бародарии ҷовидон, яъне манзур замини Украина, магар он бародароне ки шумо дар замини Украина ёфтед, он ҷойгоҳи холие ки нисбат ба бародари хеш шумо доштед, онҳо пурра карда тавонистанд? Дар як марҳила тавонистанд, дар як марҳилае ки давраи навҷавонии ман тавонистанд, ба хотир он ки Иван Драчу шоирои шинохтаи Украина ба мо бисёр дӯст буданд, то имрӯзам ҳамун риштаи дӯстию робита нигоҳ медоранд. бузургмеҳри баҳодур ҳастам ва чанд андешаҳои бузургонро дар бораи шеъру шоирӣ мегӯям ва мехоҳам фикри шуморо дар атрофи ҳамин андешаҳои бузургон фаҳмам. Яке аз он андешаҳо андешаи Пушкин аст ки мегӯяд шоир ҳамон лаҳза шоир аст ки вай он вақт шеър менависад, яъне ки ба тафаккури вай мисраҳо шеър пайдо мешаваду ӯ навистан сар мекунад, дар ҳамон лаҳзаҳо вай шоир аст, боқимонда ҳолатҳо вай як шоири, як одами оддӣ, одами муқаррарӣ аст. Ва боз як андеша аст ки шоир шеъри беҳтаринашро нагуфта мемирад. шумо ба асари ҳамин ду андеша чӣ фикрҳо баён карда метавонед устод? хай андешаи Александр Пушкин хай шоири бузург буду, шахсияти бузургам буд дар таърих, дуруст аст. шеър яъне ки ҳамун чизе ки орифои мо мегӯянд ҳолат аст. чизе ки мегӯяд ҳолат аст, ҳолати ботинитону эҳсосию ҳамааш дар маҷмӯъ ҳам ҳолата ифода мекунед. берун аз он ҳолат одами хокӣ аст дигар. Шоирам ҳамун як шаҳрванд асту олимаму дигару ҳама як шаҳрванд ҳастанд. Лекин дар таҷриба наозмудам ина ки ман ҳоли азбаски иншоаллоҳ ки зинда ҳастам ки яъне устод чун эҷод давом дорад, яъне худи ҳамун шахсам гумон мекунад ки шояд ҳоло андешаҳои хубтару охиринаш баъд мегӯяд ки умр вафо намекунад ё баъд одам вай фаромӯш хотир ки мешавад, баъд ҳамун оташ ки хомӯш шуд, энергия. шоирӣ энергия аст. ҳамун ки тамом ки шуд дигар гуфтан наметавонад чизи бузург. боз суханро сери ҳамун шеъри машҳури шумо бародарам агар боз биёрем риштаи суханро, шумо дар аксари китобҳои адабиёт ки мо аз давраи мактабхонӣ хонда мебиёем, як андешаи шумо дар ҳамунҷо дар аксари китобҳои адабиёт сабт шудааст ки ман ҳангоми навиштани ду шеърам гирья кардаам ва яке аз шеърҳоям ҳамин шеъре аст ки ба барои бародарам, шеъри бародарам аст гуфтаги шумо.
در بسیار محفل ها استاد یک شعر دیگر هم شما خیلی خوب میخونید، منو شبهای بخوابی. این علاقه موضوع دیگر است ولی به هر صورت مثلا اینجا احساسات علاقه دیگر است. میخونید استاد؟ بله، اونا با شعرهای غنایی عاشقی هم دیگه. بله. بسیار آدم ها وای میکنن که برای کی بخشیدگی و کی با بخشیدگی. گفتم آخه وای معلوم است که برای کی. دیگه نرو خوی سفیدی منو شبای بخوابی و سرودی آخرین برای وای ملکه رحمتی. ملکه صابره. ملکه صابره به خاطر اون که نمون یک دوره شد که شعر تصویری، شعر نو کردن در کار در همون موضوع موجوده و حالت موجوده نو کردن نمیشد. ابجکت دیگر کردن در کار. دیگه برای شعر تصویری نوشتن باید رقص تصویر کردن در کار یا پهلوانی یا یگان کاری عملی تصویر کردن در کار نباشد عمومی میبراید. من قیمتов دلشاد هستم. من شعر ایجاد کردم که اون را تا حال به آخر نرساندم و میخواستم مصلحت شما را شنوم و شعر من چنین است: یاد آرم مادری غمخوارم را، یاد آرم مادری دلدارم را، یاد آرم شبهای بیخوابی تو، مادری من مادرم. استاد مصلحت شما. بله، یعنی که همین قدرش نوشتید میالی، همین قدرش نوشتید. حاضر کورسی چند میخوانید شما؟ کورسی یکم. کورسی یکم که باشد در مکتب شما علم عروض درس نمیتین، نه؟ اگر گوییم شعری آزاد نوشتگی آزاد نیست. وزن عروض خودآموزی قطعی آموختن در کار یا کورسای و یا کروژاک دارن در دانشگاه دولتی. کروژاکی علمی عروض محفل دارن، علمی بده، علمی بلاغت، علمی سلاست. خیلی نغز است، یعنی که حسن نیت و وایتون نغز است. فقط حالی کورس یکم حالی اول قدمی اول است. حالی شما جسارت دارید از کورس یکم شعر می‌نویسید. من کورس چهارم شعر نوشتم. کورس چهارمی دانشگاه. شما از کورس چهارم نشان دادید؟ من نشان دادم. در غرمم 7 دفتر شعر نوشتم، لیکن برای اینکه من جرأت نمی‌کردم، برای اینکه خیلی اون چیزی که در دانشگاه دولتی ما باید میدادن و عالمای بزرگترین جهان در همونجا درس میدادن. تشکر استاد. سلام استاد، من صنوبر رحیم‌زاده میباشم، در صنف 9 تحصیل میکنم و میخواهم که از ایجادیات خودم شعر قرائت نمایم و مصلحت شما را در خصوص این شعر بفهمم. ای جهان بر تاجیکستانم نگر، میگیرد جشن نیاگانی نکو، بلبلانش از قفس آزاد شدند، باز جمع آید در نوروز او. ای بهارا گلگون و زیبا بشو، توی دارد این دیاری نازنین. شعر فلسفی نمیگوید، یعنی شعری ویس مخاطبی، یعنی که شعری که جشنی، شعرهای جشنی در حالت جشن و بزم و صحبت و نشست و یک دلی خدمت میکنن. مثل از دیگر آفرین دیگر برای نوروز شعر خوب گفتید. برای من باعث سرفرازی است که با شما روبرو صحبت میکنم و میخوام این لحظه ها شعر نوشته خویش را، شعر شاگردانه نوشته خویش را برایتان قرائت کنم و اندیشه‌هایتان را مورد این شعر بفهمم. با اجازت شما. خواهش میکنم. مهربان و غمگسار و رهبرم، دوست می‌دارم تو را ای مادرم. هر کلامی شهدبار و شکرت، می شود اندر دو دنیا یاورم. دیده حق جوی و نیکوبین تو، چهره و گفتار شکرین تو، چهره نورانی و دست هنر، این همه می سازدت پرنورتر. به ز دور و گنج و لعل و جوهری، شعله امیدی و هم اختری. چشمه پاکی و بی آلایشی، زندگی را لذت و آسایشی. روز و شب در مهنت و رنجی مدام، تو ز سوی حق به من گنجی مدام. آفرین، آفرین.
ولی در این شعر هم صمیمیت است و هم طبیعت است و هم یعنی که قافیه و وزن و همه چیزی که سنت های شعر رعایت شده است، یعنی نقص ندارد، یعنی که یگان نقص و نقصی ندارد. یعنی معلوم می شود که استعداد و تجربه و شعرنویسی این کس زیادتر است نسبت به دیگرها. نه شعر خوب است، از آن خوب است که طبیعی و صمیمی است برای مادر. تاریخ شعر اولینتان رو به ما میگفتید؟ شعر اولینه ما در غرم سال 48 یعنی زمانی که در مکتب اینترنت در تحصیل مکتب می‌کردید؟ اینترنت میخوانم در غرم وقت مرکز ولایت وای بود که ولایت نولوند و خلای خوم و دروز و اینا هم تابع ولایت غرم بودن. یک شعر نوشتم ولی فراموش کردم که در کدام موضوع. یک شعر نوشتم و در یک بلاکنوتا که نمی خیلی نوشتم و بچه‌های همدرسان یافتن اون بلاکنوتا که نام کتابچه تلفن بدینم خدمت بود یافتم. همون از یاد کردن دیگه دست جمعی همون میخوندن و من قیماب کردن آخر قیماب کردن و گمان کردن که همه خیلی کنند اگر من شکست میتیم. من با قصدم با نوشتم 7 دفتر ولی هم هستم. میگویند هر یک شعری که شاعر بر روی قلم میآورد او با شاعر همچو فرزند میباشد. میخواستم شنوم که کدام شعر نسبت دیگر شعرها به شما نزدیکتر است و آن شعر را میگفتید که وی شعر در کدام موضوع بخشیده شده است؟ از موضوع دنیپر همون برادرم اولیم بود که وی هم درد شخصی خودم از دیگر هیچ چیزی ساخته و هیچی ندارد. عیناً خودش است، فقط من طرز ifadه‌اش یافتم. انا وقت و زمان و مکانش یافتم. من باری اول گریم برای همون شعر کرده بودم. وقتی که تمام کردم در ملیفکا پدمسکوی یک خانه ایجادی نویسنده ها بود. همونجا رفته بودم، معلم حسین زاده همراه برده بودم. استاد من سه آدم ساده شرمگین بودن. شریف جان حسین زاده. اون کسا همونجا بردم و بعد همین نوشته تمام کردم. من از اوکراین گشته آمده بودم. بعد نوشتم و باری اول معلم بعد گفتم خوانم همین شما خواندم. من گریه کردم، اون کسا هم گریه کردن. عجیب. بعد اون شعرهای غنایی عشقی با در یاد آدم میماند و خوی سفید و من و شبهای بیخوابی و چشمه صباحی و فلان اون چیزایی که از ایام نوجوانی آدم احساس نخستی نشستن همونو تاثیر میرسانن، انگیزه میتین همونو. نیازی کشورشاه هستم و میخواهم مصرع‌های شعری خود را برایتان قرائت سازم، چون شما در برابر شاعر و ادبیات شناس و سخن شناس بودنتان نیز داور هستید و باقیت داشتن و یا نداشتن آن را معین سازید. زمین سجاده عشق خدا است، کسی در آن نماند سر بودا است. اگر ماند قدم سر را نماند، یقین داند که سر از تن جدا است. ای یار تو را بوس و کنار آوردم، گویا به مثل آهنگ و تار آوردم. تا دشمن ما دیده حسودی نکند، پیچیده گل درون خار آوردم. من کس شاعری با تجربه و هم شعری فلسفی و عرفانی و شعری اول بسیار با قوت است. خیلی دیگرش باز اینم خوب است و باز کمک آهنگ غنایی دارد و ایش هم شعرهای فلسفی جدی و است، شعرهای بنیادی قوی بسیار. نازم خیلی کس تجربه کلانتر دارن 30 سالش هم. یگان فرزند شما پیروهای کسب و کار شما شدند یعنی که کسب شاعری رو انتخاب کردند؟ در این جاده و کار ما یگان از فرزندان ما مشغول شود که این خیلی شد که از رفتش همین عذاب و مشقت من شب و روز دیده همین شاعری دلی همشان بزد. همون قدر که من زور زدم امکانیت داشت و داشتم که یگان تا شاعر شد نشد هیچ کس. یک تا عبیره دارم دلاور 6 به قدم ما و شعر می نویسد و می خواند روسی، انگلیسی و تاجیکی. یک تا اکو 6 ساله کنی بینیم که از وای چی می روید. همون یک تا بوده.
چون استاد در ادبیات معاصر ما به گل بادام ما همین عبارت در ادبیات معاصر ما فراوان استفاده شده است و وقتی که گل بادام گل کرد و بر رویش برف بارید همین زمستون در شهر دوشنبه، من آسمان یک برداشتم و شعر نوشتم با نام پاداش. زمستون شد گل بادام، ترحم نیست سردی را، بهار آوردی و دادند به پاداشی تو دردی را. دویدی آمدی چون طفل به شهر و دیه و خانه، نوشتی در تنی بادام عجب حرفی بهارانه. نوشتی در تنی بادام بهار آمد، دلم با مخچت می گفت دلی من بیقرار آمد. نوشتی نامه بویت به زنبوری اصلها هم، رهش را یافت بوی تو به ابیات و غزلها هم. ولی تو بیخبر بودی ز مکر و فند سرمایی، هزاران سال هم گوید نخواندی پند سرمایی. لبی هر برگ تو پژمرد ز بیرحمی برفی سرد، پیامی سبز زیبایی مبدل شد به شعری درد. لبی واگشته مخچه به لب زد مهر برفی را، تنی بادام زدن دیگر نخواهد مهر حرفی را. زینو این خلق بی‌پروا لباسی گرم پوشیدند، ولی گلهای زیبایت به تن آزرم پوشیدند. چه هم گویم ز سوز دل به تو بنموده همدردی، گلی بادام تو باید صبر میکردی. ما در این حالت راه تصویرش شروع افتگی در تنه بادام چی نوشتگی، در دهن غنچه سخنش بستگی دیگه یخ کنندگی. طرز تصویرش وای است نه بسیار نوست، یعنی که شعری پخته کامل است. یعنی استاد همین لحظه از صمیم دل از چشمه های گرمی احساسات پدرانه که نسبت شما داریم 4 مصرع شعر در خاطرم ایجاد شد. اگر باشد که برای شما خوانم. قناعت را قناعت ده یزدان، به او بخت و سعادت ده یزدان. بماند زنده تا از بحر ملت، تن و جانی سلامت ده یزدان. من خالق و سریا خواننده صنف نهم می باشم. از خردی به شعرنویسی شوق و رغبتی زیاد داشتم. حالا می خواهم از ایجادیات خودم شعر قرائت نمایم و فکر و اندیشه شما رو در این بابت فهمیدن می خواهم. تو مثل گل قشنگ و دلربایی، دوا بخش همه درد و دوایی. تو را من از دل و جان می پرستم، توی مادر توی یکتای مایی. خداوند کریم و مهربانم، بماند جاویدان نی اوچه جانم. خصوصا دخترها بسیار و نسبت به مادرها شعر و گفته ایستان احساس و کرده ایستادن. خیلی دخترها که سینه رحم هستن، عاطفه و محبت و صمیمیت اینا زیادتر است نسبت به خانواده. برای که اینا هم باز نگهدار خانواده دیگر هستند. این است با خانواده دیگر هم آتش خاندان را روشن نگاه می‌دارن و افروخته. حالی همین محفل‌های شعر که بسیار میشه از طریق تلویزیون و دخترها همه درباره مادر شعر نوشته ایستادن و اکثر نفخلمان با همین موضوع سر میکنن. شعر درباره مادر هر چیزی که گویه دیگر صمیمی است، صمیمی و طبیعی. فقط همون طرز گفتنش با کاملتر میشه، روشن‌تر و زیباتر و ابرزها و سیماها و ایرج میرزا بری میاد میگوید و لیکن این هر بیتش یک معنی و یک مخصوص است، یک بلاک مستقل. میدونید که در آزمون بین المللی در پاریس جایزه یکم گرفته بود همون شعر در پاریس در موضوع مادر همون وقت. من قدیر و موزونه هستم. از خورده به شعر و شاعری شوق و رغبت زیادی دارم و از شعرهای شما استادان عزیز الهام گرفته به خود شعرهای زیادی را ایجاد کردم و میخواهم یکی را به شما قرائت کنم. وطن دارم از آن تاجیکان است، به مثل ملتی والا مکان است. ندیدم هیچ از او بهترینه، وطنم جای زیست و خوش مکان است. وطن دارم به مثل برق روشن، وطن هم تاج و تخت این زمان است.
قدمانم خیالم شاعرانه قدمگاهی وطن در این و آن است. و استاد شاید در همین لحظه یگان چکمه خودتون یگان نوشته خودتونه که مثلا میخواهید که در این محفل خوانید یک چند مصرع برای بینندگان برای حاضران میخوانید؟ برای نوروز همین سال وای نوشتم و نوروزی های نایخ متنتن وای می نویسم مردم. من یک چیز نوشتم که نوروز زیروی مهربانی امروز یک لاله قزک در لبک بام افروز. نوروز مرا با وصل یارم برسان چون روزی وصال داده بر شب و روز. شب و روزا که برابر کرد شب و روز تاریکی و روشنی وصال دادن. آدم حق دارد که به یگان وصال میرسیده باشد. سلامت باشید. و استاد این صحبت شما این اندیشه های شما این مسئله های شما گم میکنم که هم برای مخلصان سوی و هم برای آنهایی که واسطه این تماشا میکنند این از این یک برداشت خیلی خوب میگیرن و برای نفقلمان باز البته این صحبت شما باز یک مددی است باز یک راهنمایی است و به هر صورت و ما از نام همه مخلصان و شما بسیار سپاس میکنیم که وقت یافتید به استودیوی ما اومدید به محفل اومدید و خاطری این حاضران و خاطر بینندگان رو با صحبت خود شاد گرداندید. سلامت باشید، موفق باشید و خوشبخت باشید. من برنامه شما که بهارستان نام دارد خیلی خودش معلوم است که شما همه جوان هستید و گلی هستید که باید بروید و بسبزید و شکوفید و ثمر بیارید. بهارستان است و بعد آخر اثری که دوام گلستان سعدی بود بهارستان جامع است که هم حکیمانه است و هم عارفانه است و هم یک کتاب تعلیمی بود. بهارستان گلستان هم برای مکتب ها بود برای دانشجویان. انشالله که حالی کاملا گل میکنید میشکوفید تبتان کشاده میشد و ثمر میارید و این ملت آینده سرپرستی و وای میکنید حمایت میکنید به خاطر اینکه دیگه ما کارمون نکردیم. با شما سلامتی میخوایم و برای اجرای همین نقشه‌هاتون و شما برای کامیابی آرزو مندیم و دوستان عزیز یادآور میشیم که این نمایش ما بود با شرکت شاعر خلقی تاجیکستان استاد مومن قناعت. شاعران بزرگ ما شهرت نمیجوستن، مثلا حافظ شهرت نمیجوست و از شهرت بیزار بود، خودش هم کناره میگرفت. و به هر حال میخواستم این لحظه در نزد شما این مصرع ها را قرائت بکنم و البته مصلحت استادانه شما رو بگیرم. شعر نوشته که گفت اگر لاهوتی حاضر اینجا میمود در پهلوی لاهوتی تو میشنوندن. شاعر شعر بهترینش رو نگفته میمیره. شما به اثر همین دو اندیشه چه فکر رو بیان کرده میتونید؟ نوروز زیروی مهربانی امروز یک لاله قزک در لبک بام افروز. نوروز مرا با وصل یارم برسان چون روزی وصال داده بر شب و روز.